از اونجایی که این ویدیو همه نوع آموزشی میتونه توش داشته باشه، هم ولاگ تفریحی، هم ولاگ اقفالی، هم همه نوع ولاگی هست. خلاصه میخواستم بگم که من بالاخره موفق شدم پولای بابا بعدم برم ترکیه. هوام خیلی خوب بود، فقط راجع به سیاست چیزی نمیدونم، فقط میدونم که این عکس رضا شاه با اردوغان دوستم اومد دنبالم ترکیه، پیتزا خوردیم و هیچی دیگه. رفتیم کلی دور زدیم و پاساژی که من پول خرید نداشتم، ولی خب یه دست لباس مشکی داشتم. بعد یه گربه داشت دوستم که خیلی عجیبه، اسمش چنگیز بود، اسمش رو باید یادم چنگیز گذاشته بود رو مالیدم. بعد رفتیم تکیلا خوردیم و شیر کاکائو دوستم قرمه سبزی درست کردیم ماشاءالله. رفتیم تو دیگه نم که پل معروف استانبول، تو ولاگای قبلی پل بابل سر حتما ببینید. و این ویدیو کاملا این مسجد ترکیه است و کاملا جنبه فان داره این ویدیو و جنبه مذهبی داره. و الانم که تهرانیای غیور در صحنه رو میبینید برای خوندن دعای کمیل، همونجور که میفرمایم دعای کمیل امشب هست و ما انرژی ها رو بالا میبریم که کانکت بشیم مثل این ربات. این دیجی معروف امشب اجرا داره و کلی همه شیر کاکائو خوردیم و کلی رقصیدیم و دیگه همین.